طلاق زنی تو در دهن اون غرضناک است و طلاق زنی تو در دهن دیگر نفر است. زنی تو را دیگر نفر طلاق میکند. روزی با برکت، روزی اجابت دعا کنیم پروردگار. امروز و همه روز و همه وقتی ما رو با برکت مبارک بگردان. پروردگار را در این روز سید جمعه، روزی اجابت دعاهای ما را به درگاهت قبول بفرما. پروردگار را دستهای ما را خالی مگردان. هیچ بنده امید کرده تو رو ناامید نکرده. همه ما دستی امید به سوی خودت برداشتگان را ناامید و محروم مگردان. کامیابی های دائمی، سعادت ابدی نصیب روزیمان بگردان. پروردگار را در این روزی سعید، روزی مبارک، گذشتگان همه ما را رحمت و مغفرت، قبرهایشان را با نور رحمتت منور، روحهایشان را شاد بگردان. پروردگار را برادران مهاجری ما که بیرون از کشور مهنت و زحمت کشیده ایستاده‌اند، در مهنت و زحمتشان برکت عطا فرما. از تمام فتنه و آفت و ضرر و خطر در پناه عصمت خودت نگاهشان بدار و سالم و غانم با برکت با عزت و نزد پیوندانشان بر بگردان. پروردگار همه این حاضرین با امید خانه آمدند در این هوای سرما و دست امید به سوی خودت برداشته‌اند. هر یکی امیدها و آرزوها و نیتهای نیکی دارند. همگان را به مقصدهای اصلی و نیتهای نیکشان برسان. پروردگار کشور ما را همیشه آباد، همیشه آرام، همیشه پیشرفته و ترقی کرده اذیت دین و دنیا در حفظ و حمایه و پناه خودت نگه بدار. پروردگار در این عصر فتنه و ناآرامی ها، فتنه و عداوت و دشمناگری ها، کشور ما و سایر مسلمانان را از تمام گزند، از تمام ضرر و خطر و فتنه ها در پناهت نگه بدار. فیض و خیر و برکتت را دائمی و ارزانی و همیشگی بگردان. پروردگار را پیشوای ملت و تمام شخصان خیرخواه این کشور اسلام و مسلمین را، خصوصا همه حاضرین را در تمام کارهای خیر، عملهای صالح و نیتهای نیکشان کامیاب و موفق بگردان. خصوصا همه اون صاحب کارهایی که برای پیشرفت و ترمیم و تعمیر این مسجد مهنت و زحمت مبلغ گذاری ها کرده ایستاده‌اند، در عوض این همه مهنت و زحمتشون و مبلغ گذاری ها و سهم گذاری هایشان برایشون عزت و برکت و سعادت دائمی این دنیا و آخرت نصیب و روزی بگردان. و صلی اللهم علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه برحمتک ارحم الراحمین. برادران الاسلام، خداوند عزوجل در قرآن عظیم الشأن در سوره حجرات آیه 13 می‌فرماید: استعذ بالله یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. صدق الله العظیم. پروردگار در این آیه مبارکه می‌فرماید که ما شما را از یک مرد و زن، آدم علیه السلام و مام حوا، تمام انسانیت و تمام بشریت و تمام قوم ها و ملت ها و شکل ها و رنگ های گوناگون، این همه را میگوید ما از یک پدر و مادر یعنی آدم علیه السلام و مام حوا آفریدیم. پدر و مادری همه شما یک است. پس شما را ما میگوید به قوم ها و ملت ها و رنگ ها و زبان های گوناگون تقسیم کرده و جعلناکم شعوبا و قبائل، ملت ها و قومیت ها و شکل ها و زبان های گوناگون تقسیم کرده. برای چی؟ لتعارفوا، تو اینکه همدیگر را احترام کنید، نسبت همدیگر احترام داشته باشید و همزمان همین شکل های گوناگون و رنگ های گوناگون و زبان های گوناگون و ملت های گوناگون، این همه گوناگونی ها را برای چی؟ به خاطر امتحان آفریدم. میگوید شما رو امتحان میگیرم. هیچ کس نگوید که من از دیگر برتر هستم،
برتری شما نزد پروردگار میگوید که هست، پرهیزگارترین شما و نکوکارترین شما. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بهترین شما نزد پروردگار رو نمیگوید که نزد انسانی. و خاطر چی؟ و خاطر که کدام عالم یا دانشمند یا شب زنده داره، طاعت عبادت داره یا همیشه روزه داره، دعوا نکند که من برترم. نه، نزد پروردگار. و اگر نزد مردم هم که دعوا کند، حالا به چی دردش میخوره؟ چند ساله بعد تمام بعد چی؟ هر کسی هم دعوا کرد میبینیم بسو خور و ذلیل شد. هر کسی دعوای منمنی کرد خور و ذلیل شد، ناکامی دنیا و آخرت شد. برای همین هیچ کس باید منمنی نکند، نگوید که من متخصصی ورزیدم دیگران رو تحقیر کند، من عالم و دانشمندم دیگران رو تحقیر کند. نه، هیچ ممکن نیست، چرا که این به ناکامی و به بدبختی میبرد. همه باید تواضع کند، همه باید خاکسار باشد، همه باید همدیگر رو احترام کند، قدر کند، همدیگر رو قدر کند. هیچ کسی رو تحقیر نکند. کامیابی و سعادت ملت ها و دولت ها هم در همین است. لیکن متاسفانه میبینیم فرعون چقدر دعواها کرد، چقدر کشت، بعد چی؟ شرمنده‌وار خور و ذلیل از این دنیا رفت که در عین قدرت و قوت و حکومت و همون زبردستی و ظلم و ستمش بود. ببینید که پروردگار چقدر خور نابودش کرد. یا چنگیز نیم دنیا میلیون ها انسان ها، خصوصا مسلمان ها را به قتل رسانید، میلیون ها و میلیارد ها قرآن ها آتش زد، لیکن چقدر خور و ذلیل مرد رفت. مسلمان تمام شد یا اسلام بر هم خورد؟ نه، برعکس. هر چقدر زیاد کشت همون قدر اسلام اوج گرفت، رونق گرفت، یعنی قوت گرفت. یعنی پس میگه ما شما رو به قومیت ها و ملت های گوناگون تقسیم کردیم. این برای شما هم امتحان است، احتیاط باشید. لیکن در عین زمان باز از همون قومی خود، از ملت خود و از وطن خود و از کشور خود باید هم افتخار داشته باشید و هم حمایت کنید، آباد کنید، سهم بگذارید. من شما رو در افریقا خلق نکرده است، در اینجا خلق کرده است. در اینجا مدام خلق کرده است. پروردگار از من شما چی میخواهد؟ از من شما میخواهد که این سرزمین و این وطن و این دولت و این حکومت خود رو، این کشور خود رو آباد کنیم، حمایت کنیم. حمایت کردن، آباد کردن، توصیه کردن، نصیحت کردن، خصوصا جوانان رو تا اینکه در دام و چنگک دشمنان نافتند. این وظیفه ایمانی هر یکی ما شما هست که باید دویم بگیم دادر بچم احتیاط باش. گروه های مغریزی غرضناکی بدخواه زیاد هست، یعنی سعی و تلاش ها و این همه نکن کردن و به خون و خواب کشیدن بعضی از کشورها، این همه تجارت است. تجارت این بدخواه ها هست که میخواهند با این راه، با این سخنهایی که در ظاهر یک بافته و ساخته در ظاهر چیزی نمایان می شود، اصلا غرض و مقصدشون غارت کردن و از بین بردن کشورها هست تا اینکه درآمدی هنگفته به دست بیارند. همین جنگایی که شده ایستاده است همش تجارت است. باید جوانا، چرا ما جوانا رو همیشه به زبان میگیریم؟ بخاطر که جوانی یک عمری، همه ما و شما یک وقت جوان هم بدیم. یعنی جوانی به تجربگی هست. چی شیطان باشد، چی شیطان صفت ها باشد، هر کسی که نباشد جوان رو به زودی به آسانی گمراه میکند. چرا؟ بخاطر که تجربه ندارد، ولی نمیداند که زندگی چی هست، نمیداند که حیات چی هست، نمیداند که کشور و وطنداری چی هست. ولی نرفته است در خارج که چی معامله اش کنند، بعد بداند که ها بیس که این وطن و کشور و دولت و زادگاه و ملت و هموطن و همزبان و ملت من و دولت من برای من چقدر عزیز است. ندارد این تجربه رو. برای همین فریفته می شود، فریب می خورد، می رود همون جان عزیزی خود را قربانی اسلام نمی کند. اگر قربانی اسلام کند حالی بگیم که خب دیگر قربانی، یعنی همون گروه های افراطی
گروه های بدخواهی که با جان جوانان مسلمان تجارت میکنند، جان عزیز خود را قربانی اونها میکنند. خدا نشان ندهد. چقدر کشورهای آرام و آباد و پیشرفته و ترقی کرده رو با خون و خاک کشیدند به دست جوانانشون. لیبیا یک دولت خیلی پیشرفته ترقی کرده در قاره افریقا بود، یک دولت عربی. 25 تا 30% حافظ قرآن بود. 30% همون کشور حافظ قرآن، قاری قرآن بودن. لیکن ببینید چند جوانی رو یا یک گروه جوانی به فرهنگی به تجربه رو با میدان ها کشیدند و همون کشور آباد و پیشرفته و ترقی کرده رو، آرام و آسوده رو با خون و خاک کشیدند. حالا ببینید ده ها گروه های وجود دارد که حالا دیگر کی میدوند؟ خدا میدوند که کی با هم میآیند دست به هم میدهند، کی آرام میشود این رو پروردگار خودش نداند و هیچ از چنگ این گروه های بدخواه هم حالا خدا میدوند کی نجات مییابند. که اون گروه های بدخواه منفعت های خود رو که به دست آوردن بعد میگن برید بلا با پستان اگر سازش کنید تمام. در بودجه اون دولت لیبیا 300 تن طلا بود، گیجا شد، همه به یک مو رفت، همه رو همین گروه های بدخواه غارت کردن بردن. همسر معمر قذافی از مال شخصی تجارتی خودش 20 تن طلا داشت، همه غارت شد. کی فایده دید؟ مردم لیبیا؟ نه، مردم لیبیا از دیگر سر در سنگ میزنند که چیکار کردیم دیگر فایده اشون نمیکند. برای همین این از ایمانداری هست، از ننگ و ناموس مسلمانی هست که اهل خانوادت، مادرت، همسرت، دخترت، خواهرت، اپت، اهل خانوادت را حمایت کنی، محیط زیستت را حمایت کنی، وطن کشورت را حمایت کنی. این از ایمانداری هست، از مسلمانی هست، از ما و شما هم هست. رفتن در آغوش کیم کسی از اونجا ولوله دارن، همیشه تشویق و ترغیب به ناآرامی میکنن. بخیز بچه، بخیز بچه. او بلا در سرت یک بار خیستن 150,000 نفر کشته شد، بس نیست، با بخیز بچه. یک وقت هم چنین فتوای علکی، فتوای دروغین غرضناک اسلام و مسلمانی رو برای غرضای شومی خودشان سوی استفاده کردن. فلان میدان نروی زنت طلاق می شود. بیچاره 80 ساله است، عصایش در دستش کت 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 کت. بابا کجا میدان بروم؟ او دهی سین سو چیکار میکنید میری؟ او ما بودو خب دهمی سری پیری دیگر خانه هم حرام نشود، زنم طلاق نشود. طلاق زنی تو در دهن اون غرضناک است و طلاق زنی تو در دهن دیگر نفر است. زنی تو را دیگر نفر طلاق میکند. ببینید چقدر سوء استفاده از اسلام و از عقیده و از روح و روان و از دینداری مردم سوء استفاده کردن. همون کشور رو هم همین خیل کردن، فتوای دروغین غرضناک مغرضی صادر کردن، همه خیستن به چیز خانه آباد و آرام خود رو به خون و خاک کشیدن، دیگر نمیدونن چیکار کنند. خداوند عزوجل حفظ کند، پروردگار رحم کند. میلیون ها انسان آواره و سرسان و سرگردان، چقدر اگر به میلیون هم نرسیده باشد چندین هزار نفرها از مرگ گرفتن به مرگ رفتن، یعنی از جنگ ها گرفتن، بحر رفتن، در بحر غرق شدن، به نام و نشان نیست دیگر، تمام. دویم باید که جوانان رو دودر بچم دور اندیشه کن، فکر کن، عقل رو استفاده کن. بسیاری جوانایی که ناکام میشوند، چی معتاد به مواد مخدر، چی به نوش و سیگار و نوشیدنی و کشیدنی معتاد میشوند، بعد میبینن که همه چیز از دست رفت. بعد میگید که چیکار کردی؟ خب بی عقلی کردم. او عقلت در سرت نبود که بی عقلی کردی، چرا بی عقلی کردی؟ اون همونه که آواره و سرسان و سرگردان هستن، اونو هم و چرا چین کردی؟ خیر برکت در دست جمعی است، در اتفاقی است، در متحدی است، در سرجمعی است. حالا همین اهل خانواده، یک اهل خانواده که عبارت از پدر و مادر چند فرزند، دایره وسیع نی، دایره خورد در عائله، پدر و مادر نسبت این فرزندو غمخوار، همیشه بچم او بچم او بچم، سر بر وقت بخیز، نمازت بخوان، مهنت کن، زحمت بکش، زندگیت بساز.
عمرت رو با برکت کن، ریزقت رو با برکت کن. با برکت شدن ریزقت در سحر خیستن و در بروقت خیستن و در اولی روز حرکت کردن و مهنت و زحمت کشیدن است. تو نیمروز خوب نرو. همه این توصیه پدر و مادر به فرزندان و فرزندان هم این پند و اندرز و نصیحت رو گوش میکنند و پدر و مادر رو بالای چشم دیده میبردارند. همون خونه، همون عائله چقدر عائله سعادتمند و کامیاب هستند. هم پدر و مادر قدر دارن، محترمند، و هم فرزندان کامیاب هستند و اهل عائله هیچ کسی ناکام نیست. همه و یک کسب هنری، یک راهی، یک روش روانه است، در مهنت و زحمت است، برکت دارن، عزت دارن، کامیاب هستند، همه خوشنود هستند، همه خوشحال هستند، همه سرجم هستند، همه دست با هم دادن، یک عائله با برکتی، با عزتی، با سعادت، و همه آرزوی همون رو میکنن که کاش فرزندانی من مثل فرزندانی فلانی باشند. حالا همین عائله خرد یک حکومت خرد است و این حکومتی که داره واسه یک عائله بزرگ است. وقتی که همه سرجم و اتفاق و متحد باشند، همه دست به هم بدهند، هیچ دشمنی جای پای ماندن، جای قپیدن نمی‌یابد، ناکام میشوند. از برای خدا یک بار فکر کنید، همین قدر کشورها سوخته ایستادند، همین قدر انسان‌ها کشته شدند، با کدام راه؟ چرا چنین شدند؟ مسلمان باید فکر کند که چرا فلانی ناکام شد، چرا ناکام شد؟ یک دو سه چهار پنج شش عامل ها که ناکام شد. فلانی کامیاب شد، چگونه کامیاب شد؟ کارها انجام داد، کامیاب شد. یعنی باید مسلمان همیشه فکر کند، اندیشه کند، عقل استفاده کند. برادران اهل اسلام، شریعت اسلامی برای چی تمامی؟ چیزی که انسان رو مست میکند یا اینکه عقل رو تیره یا خیره میکند، مست کننده، چی نوشیدنی باشد، چی کشیدنی باشد، حرامش میگوید. برای چی؟ به خاطری که میگوید خداوند عزوجل و رسول او و همه بزرگان اسلام میگویند که ای مسلمان، تا از این کشیدنی و نوشیدنی هایی که عقلت رو تیره یا خیره میکند یا فلجی یا عقلت رو ضعیف و ناتوان میکند، در نتیجه ناکام و بدبخت میشوی، از این دوری بجوی تا اینکه دایم عقلت فعال باشد. حالا ما همجا رئیستی فتوا داریم، روز این است 5 6 10 عائله میآید، 500 طلاق، میلیون طلاق، 100 طلاق، 3 طلاق. و چی شد؟ آخه پیون بودم. یا پیون میشد میاد، همون زنی بیچاره ضعیفی ناتوان یافتگی است، بعد مردنه رو میزند. او چیکار کرده شو بیچاره؟ در خونه رفتی؟ یعنی بی عقلی انسان رو به بدبختی میبرد. استفاده نکردن عقل انسان رو به بدبختی میبرد. برای چی حرام است نوشیدنی ها و کشیدنی های مسکننده؟ به خاطری که عقل دائم فعال باشد و عقل دائم استفاده شود. هر کاری که انجام میدی پیش از انجام دادن باید فکر کنی که همین کاری که انجام میدیم من رو به کجا میبرد، من رو چی میکند، من چی فایده میبینم، چی ضرری میبینم. قبلا باید مسلمان فکر کند، بعد یعنی اون کار رو انجام بدهد. متاسفانه بعضی مسجدها میداریم از اون گفتگی هستن، سنت خواندگی هستن، در انتظار فرض. میبینید بعضی از جوانو تلفن ها همین بازی اینم سرخ به سرخ، کبوت به کبوت و ساوز به ساوز زده ای صداست. برای عقل هیچ میکند، مغز کرخت میکند، انسان بی عقل میکند، انسان عقل فلج میکند. او از برای خدا تو در خانه خدا با صاحب خانه، با پروردگارت روز نیاز و استغفار و طلب و دعا و التجا و زاره و زاریت رو نمیکنی؟ به عقل انسان به کجا میبرد؟ عقل استفاده نکردن انسان چگونه ناکام میکند؟ حالا غضب پروردگار میاد که میگه این بنده من دعوتش کردم به خانه‌ام، در خانه من چیکار کرده ایستاده است؟ به جای ثواب چی؟ آسیب و گناهگار، بدبخت ناکام. و میگه که من نمازم خواندم، هم کردم، هیچ نشد. او نماز با کدام نیت خوندی؟ تو چگونه خوندی نمازم؟ داخل شدن مسجد گفتی بسم الله و صلات و سلام علی رسول الله، اللهم افتح لی ابواب رحمتک، این دعای سنتی رو گفتی که حمد و ثنا پروردگار و درود و صلوات و برکات بر رسول او، پروردگار رو درهای رحمتت رو برای من باز کن تا اینکه قلبت رو پر از نور ایمان، پر از نور علم، پر از نور تقوا، پر از نور رحمتی خودش کند.
که به بیهوده کاری و به کارهایی که هیچ ارزش ندارد یا به خودت ضرر دارد اون کارها را انجام ندهی، یا عکس اون عبادتی غافلانه پروردگار هم پرواش ندارد. پروردگار پروای اون عبادتی دارد که صاحبش پروا داشته باشد با تمام وجودش انجام بدهد. پس پروردگار اون عبادت را پروا دارد، میگیرد، قبول میکند، اجر میدهد، پاداش میدهد، عزت میدهد، برکت میدهد. اگر مال و اموال زیادت هم ندهد، قلب آرامت میدهد. رزق تنها دارندگی نیست، دارندگی و ثروت تنها رزق نیست. بهترین رزق این آداب و اخلاق است. یکی از بهترین رزق‌ها پدر خوب است. یکی از بهترین رزق‌ها فرزندی نیک است. یکی از بهترین رزق‌ها کشور آرام و آباد و آسوده و آرام و پیشرفته است. یکی از بهترین رزق‌ها دوستی خوب داشتن است. دوستی خوب همون دوستی است که همیشه تو رو توصیه به نیکی میکند، میگه دوستم، برادری عزیز، در این کار خیر شریک شویم، ثواب، یعنی یک ثواب بگیریم در آبادی این مکتب، این یتیمخانه، در این راه، باغ، در این مسجد، بیا بریم دوری امکانیت به حدی امکانیت یک سهمی بگذار. دوستی خوب همیشه به کاری نیک، به کاری خیر دعوت میکند. یکی از نفرها گفت که من قریب 15-20 سال توبه کردم، زنا نکردم، میکردم بسیار فسق و فجورم در حد. 20 سال بعد یکی از همون دوستای درینه که همیشه با هم خوب دیگر هر جا میرفتیم، بعد اومد گفت یک خانم است. گفتم که برادر من 20 سال شد که توبه کردم. میگه خیر ببین، من اگر که معقولت نشد تمام دیگه. میگه همین فاسقی خدا زاده، همین رفیقی سابقم اخیر باز من رو کشید برد به همین زنا، نعوذ بالله. برای همین فردا روز قیامت بعضی از انسان ها میگوین چیز، استعیذ بالله، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ای کاش فلانی رفیقم نمیشد که من رو به این بدبختی ها، به این عذاب جهنم تله نمیداد. و دوستی خوب هم حتی در این دنیا و در آخرت حتی از جهنم نجات میدهد. دوستی خوب رو بعضی از جنتیان وقتی که داخل جنت میشوند، در جنت که آرام، در روز قیامت هم از هم دیگر میگریزند، مگر فرزند صالح حافظ قرآن یا عالمی که پدر و مادر اون رو تربیت کردگی است، تعلیم کردگی است، مهنت و زحمت کشیدگی هست برای اون فرزند هم میگریزد در روز قیامت حساب و کتاب پیش از جنت. اما پروردگار به اون امر میکند که ببر این تاجی فخری رو در سر پدرت یا مادرت بگذار. یگانه یک شخص سراغ میکند و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم امتانش که زیاد درود و صلوات و سنت رو انجام میدهند، اون رو میگه فلانی پسری فلانی بیا شفاعتت کنم. دیگه همه از هم دیگر میگریزند. حالا جنت که داخل شدن، خاطر جمع شدن، بعد میگن پروردگارا جنتت به ما راحت نشد. میگه بنده هم چی نمیرسد، در جنت من همه چیز هست، همه چیز رو در جنت برایتون آماده کردم، چی نمیرسد؟ میگه فلانی دوستی که در دنیای امتحان، در زندگی امتحان با اون دوستی داشتیم، همیشه هم نشین و هم صحبت، همیشه من رو به کارهای خیر و توصیه های میکرد، حالا که با من نیست، در این جنت با من نیست، من احساسی راحت نکرده ایستادم. پروردگار میگه بروید، ملائکه‌های وابسته و متصدی رو میگه که بروید دوستی من رو از جهنم بکشید بیارید، که حالی چندین سالها باید که در عذاب بماند. وقتی که نجاتش میدین از جهنم، جهنمیان دوزخیان میگن که چی کسی این رو شفاعت کرد، حالا باید سالهای مدیده باید با ما میمون، چی شد این رو کی نجات داد؟ میگن دوستی صالحش. برای همین میگه خداوند خبر میکند از حال جهنمیان، حسرت و ندامت میخورند جهنمیان دوزخی ها. بعد میگن که استعذ بالله ما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، چرا ما یک شفاعتگر نداریم، چرا ما رو کسی سراغ نمیکند، چرا در زندگی در اون دنیا رفیق انسانی صالح با انسانی صالح دوستی نکردیم که در این جای زور آمد از این عذاب ما را نجات میداد. دوستی بعد به بدبختی میبرد، دوستی نیک نجات میدهد انسان رو در دنیا و آخرت، یعنی به نیکی جلب میکند. از ملت خود و از دولت خود و از کشور خود حمایت کردن، آباد کردن،
همیشه برای آرامی و آبادی سعی و تلاش کردن، این نشانه مسلمانی هر مسلمان است، از نشانه‌های دینداری مسلمان است که همیشه باید که مسلمان همیشه برای آرامی و برای برادری و برای آرامی و برای آبادی کشور همیشه با تمام توانش سعی و تلاش و محنت و زحمت داشته باشد. دعا کنیم پروردگارا کشور ما رو همیشه آرام و آباد، همیشه پیشرفته و ترقی کرده و آرامیش رو و پیشرویش رو، پیشروی‌های دینی و دنیاییش رو پروردگار دائمی و همیشگی بگردان. صلی اللهم علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. و همه حاضرینی که دست امید به سوی خودت برداشته‌اند، سعادت و عزت و برکت دنیا و آخرت را نصیب رجاشان بگردان برحمتک یا ارحم الراحمین.